گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطر این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی. راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 49. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. رنته فیودالی، حیات دهقانان و نهضت‌های خلقی. در عهد طاهریان و سامانیان تمغزنی دهقانان که آنها را چون غلام معرفی می‌کرد قطع گردید. در عهد سامانیان مجبوریت با نام بیگاری کم گردیده. کشاورزان برای پیشگیری از حمله کوچمنچیان دیوارهای اطراف بخارا را تعمیر نمی‌کردند و دیوار نو نمی‌ساختند. بیشتر شدن تعداد اقطاع زحمت دهقانان را خیلی زیاد کرد. دولت مقدار معین خراج را در وقتش جمع آوری میکرد و حتی در یک سال از حساب سال آینده 2 بار هم خراج میگرفتند. در عصرهای 19 رواج پر افج مناسبت‌های پولی و مالی باعث وسعت یافتن رنته زمین نیز گردید. در ماوراءالنهر رنته زمین به شکل آمیخته رویانیده میشد. خراج به نمودی محصولات، بیگاری و با پول پرداخت میگردید و بیش از همه به نمودی محصولات رویانده میشد. بنا به اخبار مخزن‌های عصر 19 مقدار خراج را فقط با پول افاده کردند. پایتخت سامانیان بخارا یکی از مرکزهای کلانترین هنرمندی و تجارت بود. ولایت بخارا نیز در معاملات پولی و مالی فعالانه شرکت میکرد و در بسیار دهه‌های اطراف بخارا استحصال مال رواج و رونق داشت. استحصال مال در تمام ناحیه‌های آسیای میانه برابر ترقی نکرد، ولی در همه جایها مناسبت‌های پولی و مالی به یک درجه رونق یافته بود. در اکثر ولایت‌ها، بخصوص ولایت‌های از مرکز دور، برای رواج و خراج پولکی یگان زمینه واقعی وجود نداشت. بنابراین در ولایت‌های گوناگون ماوراءالنهر خراج با نمونه گوناگون گرفته می‌شد. در عصرهای 19 استحصال کنندگان به 2 گروه، دهقانان جماعتی و اجاره‌کار تقسیم می‌شدند. اما آهسته آهسته فرق بین آنها ناعیان می‌گردید، زیرا نه فقط دهقانان بی زمین، اینچنین دهقانان کم زمین هم زمین را اجاره گرفته چاریک‌کار می‌شدند. ضدیت اساسی داخل دولت سامانیان از نابرابری اجتماعی 2 سین، از یک طرف دهقان و کاسبان، از طرف دیگر طبقه حکمران جامعه به میان آمده بود. اکثر وقت می نویسد بابا جان غفورov، مبارزه صنفی که با بهانه اقتصادی، مثلا زیاد شدن خراج و غیره، سر میزد، به خود پرده‌ای می پوشید که آن زد و خوردی بین دینی رسمی
و بدعت‌ها را افاده می‌نمود و گفتن لازم است که مظلومان اساساً زیر بیراق همین گونه بدعت‌ها به پا می‌خیزند. این گونه شورش‌ها در بخارا، سیستان، چغانیان و غیره به عمل آمده بودند. پدید آمدن قرمطیه این یک نمود اعتراض مردم بود. در ابتدا قرمطیه بسیار مذهب و فرقه های تا اسلامی را فرا می گرفت و در عصرهای 9-10 در ماوراء نهر بسیار نهضت های خلقی به فرقه قرمطیه می پیوستند و قرمطیه را وسیله مبارزه ضد ظلم اجتماعی می دانستند. انجام تشکل خلق تاجیک. در همان دوره‌ای که حاکمیت در ماوراء نهر و خراسان در دست سامانیان بود، می نویسد باباجان غفورов، روندی تشکل خلق تاجیک انجام یافت. در شرایط نوی استقلال دولتی بسیار عنعنه‌های مدنی پیشتره باز تجدید گردیده، ثروت‌های نوی معنوی از جمله نظم کلاسیکی در تمام جهان اعتراف گردیده است و وجود آمد. روند تشکل خلق تاجیک هنوز خیلی پیش از اشغال عرب‌ها آغاز یافته بود و رواج مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان ولایت و شهرهای ماوراء نهر، رشد شهرها باعث افزایش میل متحد شوی ساکنان مقیم این سرزمین گردید. روندهای اتنیکی که از دوره‌های قدیم در آسیای میانه جریان داشت باعث تشکل خلقیت‌های علاهیده‌ای به مانند سغدیان، فرغانیان، تخاریان، باختریان گردیده بود که هر یک آن صاحب مدنیت خود بود. ولی چنین ایدئا غلط می بود که مدنیت این خلقها هر یک تماما مستقل و مخصوص بود و با همدیگر مناسبات نداشت. در عین حال آنها را یک چیزی تام نامیدن هم ممکن نه، زیرا هر یک آنها در خود از مدنیت کلان که خاص تمام آسیای میانه بود قسمی را تجسم می نمود. مردم اساسی یعنی تهجایی آسیای میانه به یک نژاد، به نژاد ماوراء نهری یا خود به نژاد پامیر و فرغانی منسوب می باشد. این یکی از کلانترین شاخه های نژاد اروپایی بوده. آن را انتروپولوژ های شوروی آشنین، یرخا و دیگران کشف نموده خصوصیت های آن را مقرر نمودند. این شکل انتروپولوژی چنین نشانه و علامت ها دارد: طرح روی پهن نبوده بلکه کمی به پیش برجهیده است و خیلی سیرموی می باشد. استخوان رخساره ها عیان نیست و خودی روی هم رفیده شکل نمی باشد. اندازه بینی نه کلان و نه خرد، تیغدار خوشتر، مینخوار شکل. رنگ چشم ها اساساً سیاه ولی دیگر رنگ ها هم هست. موی ها هم اساساً سیاه. اگر به طرح کاسه‌خانه سر از بالا نظر کنیم گیرده می نماید. از این جاست که نژاد را برخیتسفل ها یعنی کله کلوله ها می نامند. نمایندگان این نژاد اساساً میان قد 166-167 سانتی متر می باشند. به نژاد ماوراء نهری اساساً تاجیکان تازه ترین نمود ظاهری نژاد آنها در سیمای تاجیکان کوهستان و ناحیه های درآمدگاه پامیر باقی مانده است منسوب می باشد. در ماوراء نهر و خراسان در ابتدای دوره اصطلاح عربها زبانهای شرق ایرانی، سغدی، فرغانی، خوارزمی، هیتالی پنج شده بودند. زبان پارتی که به دایره زبانهای غرب ایرانی منسوب است در اولهای عصر 5-6 در خاک امروزه ترکمنستان جنوبی و خراسان برهم خورده بود. نوشتجات فارسی انیخترش فارسی میانه عصرهای 7-8 که در قریبی مرو یافت شد روشن دلالت می کند که در این دوره در این جایها با زبان فارسی تاجیکی که آن را زبان فارسی دری یا خود زبان فارسی هم نامیدند حرف می زدند. زبان فارسی از مرو
بلخ و دیگر مرکزهای مأموری، اقتصادی و مدنی خراسان شمالی به تمام ماوراءالنهر انتشار یافته با تدریج جای زبانهای شرقی ایرانی آسیای میانه، سغدی، تخاری، باختری را گرفت. احتمال می رود که در عصرهای 9-10 قسمی اساسی مردم شهرهای کلان ماوراءالنهر، سمرقند، بخارا و غیره به زبان فارسی سخن می کردند. در عصر 10 در بخارا ادبیات مکملی فارسی زبان وجود داشت، ولی در دهات، در جایهای دور از شهر و راههای کلان، در ناحیه‌های دوردست کوهستان هنوز با زبان سغدی معاشرت می‌کردند. اکادمیک باباجان غفوروف از قبل جغرافیادانی عرب مقدسی می‌نویسد که در آخرهای عصر 10 در دهه‌های تابع بخارا با زبان سغدی گپ می‌زدند. سغدیان خود زبان دارند، زبان روستک‌های بخارا نیز تابع آن است. خودی زبان خیلی لهجه ها دارد، ولی همه یکدیگر را میفهمند. آنجا امام اعظم محمد ابن فاضل را دیدم که به سغدی بسیار حرف میزد. موافق روایت سیاحان عصر 10 و مأخذهای خطی همان دوره ها، زبان فارسی یعنی زبان تاجیکی به چند لهجه تقسیم میشد و مردم هر ناحیه و حتی شهرهای کلان مثل سمرقند، هرات، نیشاپور، مرو، بلخ و غیره با لهجه خود سخن می کردند. به زبان تاجیکی در عصرهای 9-10 ادبیات بای به وجود آورده شده. به زبان ادبی تاجیک لهجه های خراسان و ماوراءالنهر اساس گردیدند. زبان ادبی تاجیک نیز تشکل یافته. با آن زبان شاه اثرهای عالم شمولی ادبیات تاجیک و فارس آفریده شدند. خلاص در عصرهای 9-10 در ماوراءالنهر و خراسان عمومیت عظیمی اتنا مدنی تشکل یافته آن تقریباً پوره به هیئت دولت طاهریان، صفاریان و به خصوص سامانیان داخل می شدند. این عمومیت اتنیکی تاجیکان بودند. اکادمیک باباجان غفوروف بررسی مسئله را جنبست نموده خلاصه می نماید که در نیمه اولی عصر 11 اصطلاح تاجیک نام آن خلقی گردید که در آسیای میانه و خراسان تشکل یافت. دایر به معنی اصطلاح تاجیک عالم شناخته اندیشه محققان ساحه را تحلیل نموده پیشنهاد مندلشتم را که اصطلاح تاجیک از واژه تاج ریشه دارد جانبداری می نماید. باباجان غفوروف، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 49. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.